درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 11 می. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در یک همایش نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی درباره همکاری‌ها در عرصه انرژتیک و خرید و فروش برق و از جمله طرح کسه هزار گفتگو کردند. قرار است 12 می در شهر ترسونزاده مراسم آغاز بنیاد خط انتقال برق با نام کسه هزار با حضور رهبران کشورهای منطقه برگزار شود. در روز 11 می امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سورونبای جیمبکوف نخست وزیر قرقیزستان ملاقات کرد که او برای شرکت در این مراسم به دوشنبه آمده است. کسه هزار بنیاد یک خط بلند شدت نیروی برق را در نظر دارد که قرار است توسط آن تاجیکستان و قرقیزستان در فصل تابستان برق اضافی خود را به پاکستان بفروشند، اما کارشناسان میگویند اجرای طرح کسه هزار به آسانی و به زودی میسر نمی شود. مانع‌های زیاد در راه اجرای طرح وجود دارند. اول از همه سرمایه و یا پول برای ساختن خط برق نیست. بزرگترین مانع ناامنی در افغانستان است. ما همین سال دیدیم که طالبان و دیگر گروه‌های تندرو خطهای نیروی برق را که از ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان به افغانستان کشیده شده اند ترک کردند و چنین به نظر می‌رسد که این شیوه خرابکاری را پیشه کرده‌اند. گفتگوی کامل در این باره با بروس پنیر در وبسایت azadi.org نشر می شود. باران زیاد و سیل در ناحیه و شهر پنجکند به 10 خانه آسیب رساند و 1 نفر را کشت. آب چند رودخانه در روز 9 می از سایل‌هایش بیرون شد و در نتیجه 6 خانه را کاملا ویران کردند و به 99 منزل دیگر قسما آسیب دیدند. در ویدیوهایی که ساکنان پنجکند در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند وسعت فلاکت دیده می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت بارانگری و سیل 3 کیلومتر راه، 3 پل، 60 هکتار کشتزار و 12 کیلومتر خط نیروی برق را در پنجکند خراب کرده است و چهاربای زیادی مردم هم تلف یافته است. در یک همایش دو روزه بین المللی در شهر دوشنبه روحانیان و مقامات رسمی گفتند تروریستان و تندروان اسلامی ضمن عملیات‌های تروریستی به جان کودکان و زنان و عموما مردم آسایشته رحم نمی‌کنند که مخالف تمام قانون‌های بشری و اسلام است. در کنفرانس بین المللی زیر عنوان فعالیت انسان دوستانه و معیارهای حقوق بین المللی بشر دوستانه در اسلام، روحانیان و تحلیلگران و مقامات کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان، جمهوری‌های مسلمان نشین روسیه شرکت دارند. با گفته حاضران نشست، گروه‌های تندرو اسلام را به منفعت خود شرح داده و قتل و غارتگری می‌کنند. طوری که می‌دانیم امروز وضعیت سیاسی و اجتماعی در کشورهای عربی و مسلمانی به سبب فعالیت سازمان تروریستی دولت اسلامی عراق و شام آنقدر خوب نیست. همایش بین المللی با مساعدت مرکز اسلام شناسی تاجیکستان صورت گرفت و در پایان آن یک بیانیه مشترک درباره مراعات حقوق انسان در کشورهای مسلمان نشین نشر می شود. در شهر دوشنبه مراسم دفن سهراب قربانوف، یکی از نقاشان معروف تاجیکستان، برگزار شد. در مراسم دفن همکاران و خویشاوندان و هواداران هنری او شرکت داشتند. بعد از سخنرانی‌ها و دعا در حق سهراب قربانوف، او را روز 11 می در گورستان سری آسیا، آرامگاه سیاستمداران و ادیبان و دیگر افراد شناخته در دوشنبه به خاک سپردند. با اظهار بسیار همدردی با اهل بیتشان، با اظهار بسیار با همدردی برای اهل فرهنگ ملت تاجیک خمان، فقط یک چیز میگم که افسوس که این رفیقیم برادر عزیز از بین ما درگذشت، میتوانست با سالهای بسیار برای مردمش خدمت کند. با گفته نزدیکانش، سهراب قربانوی 70 ساله طی ماه‌های اخیر از بیماری قلب رنج میکشید و روز 9 می بیماری شدت گرفت و طبیبان نتوانستند نجاتش بدهند. سهراب قربانوف که عنوان رسام مردمی تاجیکستان را داشت، طی 30 سال رئیس اتفاق رسامان بود و سال 2012 از این مقام رفت. روز سه‌شنبه بزرگترین هواپیما در جهان برای اولین پرواز تجارتی از فرودگاه گاستامیل نزد شهر کیف اوکراین به هوا خیست و در فرودگاه پراگ
به زمین نشست. هواپیمای ان 225 معروف به نام مریا از پایتخت جمهوری چخیا 133 تن بار را به شهر پرت استرالیا انتقال می دهد. مریا در گذشته ماشین های بزرگ بارکش بلاست، توربینه های نیروگاه ها و تا 200 تن بار برده و در کتاب رکوردهای گینس جای گرفته است. واقعا این یک معجزه است. من مثال آورده بودم. کس باور نمی کند که 600 تن بار و یا 10 سیسترن سرشار از سوزشواری توسط هوا انتقال می یابد، ولی اداره خود هواپیما یگان دشواری ندارد. هواپیمای مریا و یا آرزو سال 1988 اساساً برای انتقال فضانوردی بوران استحصال شد، ولی با فروپاشی اتحادیه شوروی توجه به این هواپیما از بین رفت. اولی سال 2000 در کارخانه هواپیماسازی انتونوو اوکراین دیگر باره به مریا رو آوردند. ممکن است در استرالیا تا 50,000 نفر برای تماشای فرود مریا جمع شوند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.